رسوم اسلامی اینا برای شما مهمه برای تربیت دختراتون بچه‌هاتون؟ طبعا. چجوریه؟ یکم کوتاه بگین، مثلا حجاب میخوان، نمیدونم حرف مرد رو باید گوش بکنن، چند تا مثال. از نقطه نظر اسلامی هیچ ممانعتی وجود نداره که دخترها تحصیل نکنن، خودشان تحصیل خود کردن، آزادی‌های اسلامی بود که در حد معقول باشه خود داشتن. دیگه این مسائلی است که کلش خود داشت. چی؟ حجاب چی؟ حجاب طبعا، حجاب یک چیز خوب است بر زنی که باشه. چرا؟ برای چی خوبه؟ به عفت زن، به شخصیت زن، به همه چیزش خوب است. توی در بعضی از ممالک اسلامی میگن یه شاهد مرد اگه باشه 2 تا شاهد زن باید بیاد جوابشو بده. شما چی فکر میکنید؟ این چیزیست که خدا خودش امر کرده در مسائلی که ضرورت به شهادت شود. اسلام فیصله‌اش می بوده که یک شاهد مرد میتونه که 2 شاهد زن در کلیش باشه. این فیصله است که پروردگار از آسمان کرده، ما در زمین سرش هیچ فیصله دیگه کرده نمیتونیم. ما این وضعیتی که طالبان میگن چی؟ وضعیتی که طالبان میگن اصلا از نقطه نظر مختلف، نه تنها اسلامی نیست که اصلا انسانی نیست. دیگه اوها مانع تحصیل هستند، مانع همه آزادی‌های معقول هستند، مانع تحصیل مردم هستند، مانع آزادی‌هایی که لازم است به زنها داده شوند هستند. دیگه روش از دوره قسمی که گفتم نه تنها اسلامی نیست که انسانی هم نیست. آخرین سوال، دخترای خودتون مجسم کنین مثلا 10 سال دیگه دلتون درد نمیاد 2 تاشون جواب یک مرد رو باید بدن؟ در چه قسمت؟ هر قسمتی، همون که خودتون الان گفتین. معمولا بازم میگم که چیزی که فیصله خالق آسمان زمین باشه و فیصله پروردگار باشه، در اون قسمت ما تردیدی نداریم. اگر چند سالتونه میگین بهم؟ تقریبا من امسال بعد 43 ساله باشه تقریبا. خیلی ممنون. تشکر. خیلی لطف کردین، واقعا خوشحال شدم. خدا